ادامه برنامه‌های رادیو با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجامپولو. گفتار 20. آن شاعر در حقیقت معنی را از عنصری دزدیده بود؟ پرسید فردوسی. نمیدانم، شاید مانندی باشد، جواب داد لبیبی. ولی مقصودی عنصری از خردگیری کردن به آن یک بیت از بین 30 یا 40 بیت قصیده شاعر را بی قدر کردن بود و ایشان به این مقصود خیش نائل هم شدند. بعداً حسودان و بدخواهان شاعر کوشیدند که نام او را به معنی دزدی برآورند. چون اشعار شاعران را به سلطان گذرانیدن فقط به توسط ملک الشعراء ممکن است، شاعر اگر از نزدیکان و متملکان عنصری نباشد یا احتمالی از سلطان سیله کلان گرفتنش باشد، ایشان می‌کوشند که شعرش منظوری نظری همایونی نشود. بهانه می آورند، عیب می جویند. در ابتدا بنده هم به چنین رفتاری ایشان برخورده بودم. قصیده در مدح سلطان گفته بودم، پیش ملک الشعراء بردم، خواهش کردم که به سلطان عرضه کنند، خوانند و با تبسمی ملیح و لحن شیرین گفتند. مع تأسف شایسته سمع مبارک نمی نماید. اعلی حضرت در این معنی بسیار اشعاری بهتر از این خوانده و شنیدند. قصیده من البته رودکی وار یا عنصری وار نبود، ولی از یک طایفه قصیده هایی که منظوری نظری سلطان و سزاواری سیله و عطا می شدند بتر نبود. بعدی من آن را به نام امیر یوسف دادری سلطان گذرانیدم. به خلاف انتظار در مجلس امیر که چندی از شعرا و فضلا و از آن جمله استاد فروخی نیز در آن مجلس حضور داشتند، قصیده خیلی تعریف و توصیف یافت و لایق سیله گردید. یک جمعه با عنصری در جامی برخورده گفتم، شاید شنیده باشید آن قصیده که پسند خاطری شما نیفتاد در مجلس امیر یوسف تقدیر و تحسین یافت. ریشخندی کردند و گفتند، شعر فهمی امیری جوان مطابقی سن و سالی اوست. راست بگو لبیبی، تو اینک به جهت همین یک ایراد که ملک الشعراء به قصیده تو گرفتند ایشان را بد دیده‌ای؟ اعتراض کرد منشوری. نه فقط به این جهت، بلکه پیشتر هم من ناخیرخواهی و بدرفتاری ایشان را نسبت به شاعرانی که به ایشان تملق نمیگویند میدیدم و حیران میشدم، گفت لبیبی. فردوسی به دلش گذشت که مگر عنصری از شاهنامه هم عیب جویی می کرده باشد. میخواست این سؤال را به لبیبی دهد، لیکن لازم ندانست، خودداری کرد. ابودلف مثل این که به فکر استادش پی برده باشد از لبیبی پرسید، به گمان شما آیا ملک الشعراء به شاهنامه نکته‌گیری می کرده باشد؟ آشکارا نه، جواب داد لبیبی. شاهنامه به قیاس داستان رستم و سهراب که قرائتش را بنده هم در مجلس ملک الشعراء شنیده بودم از هر گونه نکته‌گیری و ایراد بریست. آفتاب را با دامن پوشانده نمی شود، این را ملک الشعراء هم می دانند. ولی با وجود این بنده امینم که ایشان کوشش خواهند کرد ارزش آن را نزد سلطان از بودش کمتر نمایانند. فردوسی پینک می رفت. عیان بود که از بحثی درازی مهمانانش خسته شده و بلکه به تنگ آمده است. نصف شبی
آنها به وی خوابی راحت طلبیدند و رفتند. در منزلی ماهک. یک 10 روز گذشت. فردوسی این مدت را در حجره کاروانسرا با مصاحبت شاعران و فاضلانی که به زیارتش می آمدند گذرانید. ابودلف گاه برای آنها از شاهنامه قصه ها می خواند. ملیک الشعرا عنصری در این مدت از شاعر نه خبری گرفت و نه به وی خبری فرستاد. شاید مشغولی مطالعه شاهنامه بود. ناگفته نماند که در منزل‌های راهی سفری از طوس تا غزنی شاعر به بابک از شاهنامه پندهای بزرگمهری حکیم را یاد می کنند. در غزنی وی به جوانک فرمود که پندی حکیم را درباره 10 اهریمن دیو از یاد کند: آز، حریصی، طمع، نیاز، طلبندگی، رشک، خشم، ننگ، بی‌ناموسی، کینه، نمامی، ناپاکدینی، ناسپاسی و بیدانشی. اینها 10 دیو می باشند. تعلیم می داد بزرگمهر که آدمی را گمراه می کنند و جان و خرد را تیره می سازند. آدمی باید همیشه از اینها گریزان باشد. بابک مصرع‌های بیان کننده ضرری این صفت‌های رذیله را به دفتری مخصوص که داشت می کوچاند و خوانده خوانده حفظ می کرد. چون مقرر شد که استادن فردوسی در غزنی خواه و مخواه دیر می کشد، اندیشه منزلی دائمی به میان آمد. حجره تنگ نیم تاریک، شیفت و دیوارهایش از دودی آتشدانی کنجکی سیاه گشته بابی زیستن نبود. باید منزلی دائمی و مناسبی پیدا کرد که در وی زیستن و هم کار کردن ممکن باشد. شاعر باز هم به تصحیح و تکمیل شاهنامه مشغول شدنی بود. هر بار که او به مناسبت کتابش را ورق می زد و می خواند، در او فکرهایی تازه پیدا می شدند و نظرش گاه ها ترتیبی این یا آن داستان یا پارچه های جداگانه آن ناقص می نمود، یا که تحریری نو و بهتری بیت ها به خاطرش می رسید. وی با منشوری مصلحت انداخت. منشوری منزل را درک کردنی شد. در همان محله که خانه منشوری آنجا بود، شرف الدین ماهک نام پیرمردی صاحب جاهی میزیست. وی نامی ندیم سلطان داشت و شخصی فاضلی بود. صحبتی عالمان و شاعران را دوست می داشت. هرگاه که دانشمند یا شاعری مسافری سیاح گزارش به غزنی می افتید، ماهک وی را حتما به مهمانی دعوت کرده مصاحبش می شد. گاها به چنین مسافران در خانهش منزل هم می داد. یک بیگاه منشوری به نزد او رفت. جناب عالی آیا خبر دارند که حکیم ابوالقاسم فردوسی در شهر مایند؟ ابوالقاسم فردوسی همان شاعری طوسی داستان سرا؟ ندیم سلطان البته نام شاعر را شنیده بود. آری، تاریخ ملوک عجم را نظم کرده و آوردند که به سلطان تقدیم بکنند. ورود ایشان را به غزنی تمام شهر می داند. چطور شد که جناب عالی بی خبر ماندند؟ من به بوست رفته بودم. دیشب برگشتم. آیا میل ندارید باری با ایشان هم صحبت شوید؟ چرا؟ با کمال میل. من به این شک نداشتم. بنابراین آمدم که خبر دهم. خیلی خوب. پس آیا دعوت بکنیم و شما ایشان را به خانه ما می آورید یا اول من خود به خدمتشان بیروم؟ من فردا بیگاهی استاد را به مهمانی می خوانم.
اگر شما هم لطفاً به کلبه بنده قدم رنجه کردید. خیلی خوب، تشکر، می آیم. شرف الدین ماحک ندیم امیر ناصرالدین سبکتیگین پدری سلطان محمود بود، ولی اکنون در پیری از دربار دور افتاده بود. سلطان او را فقط به خاطر ندیم پدرش بودن گاه گاه سال یک بار دو بار به دربار دعوت می کرد و بس. پیرمرد ظرافت داشت، خوش صحبت و بزلگویی بود. روزی دیگر بعد از پیشین وی با مشایعتی دو چاکرش در منزل منشوری حاضر گردید. فردوسی با ابودلف اندک پیشتر آمده بودند. السلام علیکم، به شهر ما تشریفی قدوم فرمودند، خوش آمدند، مشتاق دیدارشان بودیم. ماحک با شاعر دو دسته واخوردی گرم کرد. پیرمرد با تن و توش چار پهلو، قدش از فردوسی یک سر بلندتر بود. هر دو در پیشگاه شانه به شانه نشستند. منشوری به پای قدمی دو مهمانی والا مقام مهمانخانه اش را آراسته و اسباب ضیافت مناسب را تهیه کرده بود. شنیدم تاریخ ملوک را نظم کردند. ما تأسف ما را تا الوقت خواندن شاهکاری حضرت میسر نشد. امید است که اکنون ببینیم و بخوانیم. سری دسترخوان احوال پرسی و از هر باب که مناسب موقعی بود گفت و گذار کردند. سپس ماحک خواهش کرد که یگان باب از شاهنامه خوانده شود. ابودلف با اجازت شاعر یک جلد از جلدهای شاهنامه را که آورده بودند گشاده و قرائت قصه سامی نریمان و زالی زر شروع کرد. ماحک و منشوری دم فرو برده مادرش را با چنین شوق و هوس گوش نکرده بود. از قصه کمی مانده بود که شب به نیمه نزدیک شد. در فردوسی آثار خستگی مشاهده کردند و قاری خوشخوان هم مانده شده بود. ناچار به تأسف ماحک شاهنامه خوانی را بس کردن لازم آمد، ولی ندیم سلطان شرط نهاد که فردا بیگاهی شاعر و راوی با همراهی منشوری و مهمانی او مرحمت می فرمایند و دوام قصه در آنجا خوانده خواهد شد. روزی دیگر در مهمانخانه ماحک باز یک بیگاه و یک پاس شب را وقفی شاهنامه خوانی کردند. ماحک شاعر را برای شبخوابی در مهمانخانه‌اش ماناند. منشوری به خانه خودش و ابودلف و بابک به کاروانسرا روان شدند. میزبان با شاعر یکه به یکه مانده، من جمله از مدتی توقف او در غزنی پرسان شد. فردوسی گفت که این هنوز معلوم نیست. درباره باب استقامت نبودن حجره کاروانسرا هم سخن رفت. ماحک گفت اگر شاعر قبول کند و با جان و دل به او در خانه خودش منزل خواهد داد. دوست دارنده صحبت عاقلان و دانایان، شرف الدین ماحک سالهای بسیاری عمرش با آن طایفه آمیزش داشت. اکنون به جهت پیری و از طرف دیگر کم التفاتی سلطان و از مجلس و معرکه ها کنار افتاده دل تنگ می شد. آرزوی همدمی و همنشینی می کرد که با مصاحبتی وی زنگ دل بشوید. اگر ابوالقاسم فردوسی حکیم یک چند مدت در منزل او قرار می گرفت، عین مدعا می بود. حولی کلان و فراخی او که قریب نصف محله را اشغال می کرد چندین خانه و حجره ها داشت. نشانیدن مسافران توسی در یکی از حجره ها برایش ملال نمی آورد. از دروازه دالانی وسیع و درازی به دری حولی درون می برد. دالان در دو برش دو در داشت. از دری طرفی چپ به حولیچه دیگری در آمده می شد که مهمان سرا بود. دری طرفی راست به سرای حیوانات باز می شد که حجره های استقامتی خدمتگار و سیسها نیز در وی بود.
پشت حولی درون چارباغ بود و چارباغ با یک سمت خود به سرای حیوانات می پیوست. باغ و سرای را دیواری بلندی از هم جدا می کرد. مهمانخانه 2 آشیانه بود. حجره های آشیانه بالا در و تیریزه هایشان به طرف کوچه بودند. صحنی مهمان سرا گلزار بود. در کناره های گلزار یک چند بیخ سرو و صنوبری موزونی همیشه سبز قد کشیده و در زیر آنها جویکی آبی روان بود که از کاریز سرچشمه می گرفت. آبی نوشاکی شهر از کاریز و چاه‌ها بود. چاه‌ها در بیشترین حولی‌های اهالی کنده شده بودند. فردوسی تکلیف ماهک را با منتداری قبول کرد. صاحب فردوسی و همراهان او را در میهمانسرا در 2 حجره بالاخانه جای داد. هر بیگاه تا دیر شب و بعضا روزها هم می نشستند و صحبت می کردند و همدیگر از سرگذشتها از سفرهای خودشان واقعه های شوق‌انگیز نقل می نمودند. شب در پایان صحبت شاهنامه خوانده می شد. ماهک از شب نشینی ها آنقدر خوشنود می گردید که نشستی نوبتی را بی صبرانه نگران می شد. اکثر وقت در شب نشینی ها چندی از شاعران و فاضلان شهر نیز حاضر می بودند و آنگاه مجلس را لطیفه گویی ها، مطایبه های ظریفانه و مشاعره ها می تفساندند. گاها سازنده و سرایندگان دعوت کرده می شدند که اهل صحبت را با ساز و نواها محظوظ و مسرور می ساختند. خورد و خوراک روزانه مهمانان توسی 2 محل از آشخانه صاحب می رسید. پلوی بیگاهی روزی باشد در آتشدان بیرونی مهمانخانه برای همه حاضران شب نشینی پزانده می شد. فردوسی از مفتخاری طول کشیده خجل بود. پس از یک چند روزی استقامت در منزلی صاحب از وی منتداری و خواهش کرد که اجازت دهد هر 3 مسافر خرج معاش خودشان را از کیسه خودشان کند. در تعامل مهمانداری تا 3 روز است خواجه، شما از این خیلی گذراندید. متایبه آمیز گفت او: ای عزیز، از مطبخی بنده همه روزه 40 کس روزی می خورند. گفت ماهک: مگر هم طبخی 30 کسی نو ملالی دارد؟ نه، برای من هم نشینی شما دولتی خداداد است مولانا. اگرچه شما 1 عمر مهمانی من باشید، من باز هم حقی معاشرت و مصاحبت با همچو شما عزیزی را نگذاریدم. عزیزی طفیلی خار، خندید فردوسی. آخر ما را یک چنین پناهگاه خوب دادنتان کم بود که باز؟ نه اصلا. دیگر در این باره سخن شنیدن نخواسته دهان مهمانش را بست خواجه. فردوسی حالا بیفایده بودنی این گفتگو را حس کرده دیگر به خواجه گپ نگرداند. ولی روزی دیگر در مهمانخانه در پایان شاهنامه خوانی از نو به این موضوع برگشته و ماهک به طوری جدی گفت که اگر خواجه او را از خجالت برآوردن خواهد، باید به دیگ و طبق کردن و من بعد از پول خود خرج معاش نمودنی وی راضی شود، وگرنه وی فردوسی با همراهانش ناچار به کاروانسرا می کوچند. ماهک ناچار راضی شد. با فرمایش وی پگاهی دیگر خدمتگارش به حجره ابودلف و بابک 1 دیگچه چایجوش، کوزه، طبق و کاسه آورد. 2 بغل تراشه میده کفانده شده نیز آورده پرتافت. از همان روز سر کرده بابک مصالح خوراک را از بازار خریده می آورد و با ابودلف 2یشان در آتشدان حجره خود 1 محل خوراک می پختند. آب و هیزم روبوچینی هر 2 حجره به عهده یکی از چاکران ماهک بود که از طرف صاحب به این خدمت مأمور شده بود. اما به زودی از ابودلف موقتاً جدا شدن لازم آمد. بقیه پولی که فردوسی و او داشتند کما بیش به 1 ماه خراجاتشان می رسید و بس.
از رفت کار در آینده نزدیک از هیچ طرف امیدی درآمدی نبود. فقط امکانی قرض کردن بود، ولی فردوسی چگونه شدنی نتیجه تقدیم شاهنامه به سلطان را ندانسته، حالی حاضر قرض کردن نمی‌خواست. می اندیشید که چی باید کرد. به یاد وی امیری کهستان آمد. امیر کمی پیشتر از سفر فردوسی به غزنی به وی نامه‌ای نوشته بود بدین مضمون که اگر تو یک نسخه از شاهنامه یا اقلاً یک دو داستان آن را به ما فرستی، ما تو را با سیله ارزنده‌ای خوشنود خواهیم کرد. اما شاعر شاهنامه‌ای به سلطان محمود تقدیم شونده را به امیر فرستادن نمی توانست. اینچنین وی در تدارک سفر غزنی برو بردار کردن داستانها فرصت نیافته، اجرای خواهش امیر را به وقتی دیگر گذاشته بود. اکنون وی قرار داد که به امیر یگان داستان خود را فرستاند. با این مقصد از منشوری خواهش کرد که یک نفر خوشنویس پیدا نماید. منشوری شاعر را دیر انتظار نکرده خوشنویسی را به نزد وی آورد. خوشنویس خیلی با حوصله و پرکار برآمد. داستان اسفندیار و رستم را در یک چند روز رونویس کرده آورد. فردوسی آن را در مقوا انداخته به دست ابودلف داده او را به کهستان روانه کرد. مباحثه. غزنی مانند بخارای عهد سامانیان از تمام قلمرو سلطان محمود و دیگر امارت‌های دور و نزدیک شاعران را به خود می‌کشید. در وی صدها شاعری زبانی دری و عربی گرد آمده بودند. بازاری شعر پرجولان بود. خزینه پراپوری سلطان ستایش دوست، وجودی اعیان و اشراف دولتمندی خریداری مدح و ثنا، قصیده سرایی را به رواج می داشتند. فردوسی در محفل‌ها، شبنشینی‌ها با چندی از شاعران نامدار، ابو نظری اسجدی مروزی، زینتی علوی، ابوالحسن علی بهرامی سرخسی، غزایری رازی و دیگران شناسا شد. اینها شاعران فارسی زبان بودند. از شاعران عربی نویس عمرو بن متوعی، شیخ ابوالحسن بن عیسی خرجی، ابو مظفر بلخی، ابو محمد شعبه ابن ابوالملیک بوستی نیز به مجلس شعرا می آمدند. غیر از متوعی دیگر عربی نویسان همه فارس و تاجک ها بودند. در مجلس مباحثه ها واقع می شدند. یک دفعه متوعی با فردوسی درباره فضیلت زبانهای عربی و فارسی دری داخل مباحثه شد. عربی موی سفید دندانهایش یگان یگان از افضلیت زبان عربی سخن می راند. شما که عربی را مثل یک عالم یا شاعر عرب می دانید، چرا اشعار عربی نمی گویید؟ پرسید او از فردوسی. حاجت نبود، گفت فردوسی. می خواستم اشعار مرا هم میهنان من که همه غیر از یک عده عالمان و فاضلان عربی نمی دانند بخوانند و بفهمند. آخر غیر از همین عالمان و فاضلان عجمی دیگر هم میهنان شما همه بیسوادان و جاهلانند. مگر شما برای بیسوادان و جاهلان شعر میگویید؟ هم میهنان من اگرچه بیسواد هم باشند جاهل نیستند، در عالم خود دانایند. عربانی بیسواد اشعار عربی را هر قدر میفهمیده باشند، هم میهنان من سخن شاعران همزبانشان را همان قدر و بلکه خوبتر میفهمند. خوبتر
استهزاء آمیز خندید متوعی: این در حق عربان اهانت است. شما می خواهید بگویید که عجمی به فهم و فراست از عرب که هم نژادی رسول الله است و قرآن مجید به لسان وی نازل شده است برتری دارد؟ حاشا! متوعی مناظره را به زمینه دین کوچاند، زیرا بدین واسطه زبانی حریف را بستن آسانتر می نمود. فردوسی خندید: بس نه درباره نژاد بلکه درباره زبان است. جواب گرداند او: قرآن را هم به میانه کشیدن بی موقع است. شما را زبانی مادری خودتان خوش است؟ مرا زبانی مادری خودم. در عربی من هیچ برتری بر فارسی نمی بینم. به بلاغت و فصاحت و بیان معنیهای باریک و بلند فارسی دری از عربی هیچ کمی ندارد. این را رودکی، دقیقی، ابوشکور بلخی و امثال اینها شعرای بزرگ فارسی زبان ثابت کردند. بالاخره شاهنامه بنده هم میتواند دلیل به این دعوا بشود. پس چرا سخنشناسترین شعرا از جمله فارسی زبانان به عربی شعر میگویند؟ اینک از جمله ایشان دو استاد بزرگوار در این مجلس حاضرند. متوعی به ابو مظفر بلخی و ابن عبدالملیک بستی اشاره کرد. مگر این دلیل آن نیست که ایشان افضلیت لسان عربی را دریافتند؟ با چه ملاحظه عربی شعر گفتنی ایشان معلوم است. آخر در این زمانه هر کی عربی می نویسد و عربی حرف می زند شخصی با فضل و کمال حساب می یابد. ولی به چی دلیل؟ به چی دلیل؟ به تکرار گفت فردوسی: ایشان عربی را از فارسی مادریشان برتر می دانند؟ به من معلوم نیست. وا عجبا! دعواگرانه گردن یازاند ابو مظفر بلخی: آنچه به همه و حتی به ابجد خانها معلوم است به حضرت فردوسی معلوم نبوده است. درست فارسی شیرین است، ولی به وی فقط طوطی نامه می توان نوشت و خواند، اما زبانی حکمت و معانی فصیح و بلیغ عربی است. هر کی منکری این نکته باشد نادان است. لقمه پرتافت ابن عبدالملیک. تاجیکی عربی نویسی میان سال که عادتاً کجبس و تندگوی بود. فردوسی در غضب شد، شورید: شما جناب، گفت او سوی ابن عبدالملیک، زبانی مادری خود را بد دیده زبانی بیگانه را بر وی ترجیح داده اید. این مانند آن است که کس از مادری خود روی گرداند و مایندر را خوش کند و چنین کس بیشک بدسریشت و بدگوهر است. ابن عبدالملیک چون کژدم گزیده از جا برجست، گویا که می‌خواست خود را به بالای فردوسی افکند. غوغا برداشت: حقارت! خرشیعه توسی مرا تحقیر کرد. ماهک و منشوری او را زود از بغلش گرفته بیرون کشیده به حجره شفت در آوردند. آرام شوید، با آهنگ سرزنش گفت به او ماهک. حقارت اول از شما شد. شما مردی حکیم و شاعری بزرگ را نادان گفتید. فروغ مجلس تیره گشت. دلخوشی ها به دل سیاهی تبدیل یافتند. میزبان هرچند می کوشید که ناگواری به میان آمده را هموار سازد و مجلس را ادامه دهد، سود نکرد. میهمانان یک یک و دو دو برخاسته میهمانخانه را ترک کردند.
شما گفتار 20 را از روی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.